در سال 2016 بر اثر حالت‌های فوق‌العاده 138 نفر شهروندان تاجیکستان فوت دیدند که از این تنها 50 نفر جوانان سن تا 17 ساله می باشد و 80 نفر دیگری آنها از 17 به بالا بوده است. در این باره کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داد. امسال هم در جمهوری تاجیکستان حالت‌های فوق‌العاده زیاد به قید گرفته شدند. در نتیجه آفت‌های طبیعی امسال که ما به قید گرفتیم 20 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان به هلاکت رسیدند. اینچنین 118 نفر دیگر با سبب‌های آبوزی و در حالت مستی بودن، اینچنین بر اثر صدمه‌های نقلیاتی غرق شدند. مسلماً تاجیکستان یک کشور کوهستان است و آفت‌های طبیعی در منطقه‌های رخ می‌دهد که کس‌ناگذر و مشکل گذر است. از این رو کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان تنها در سال 2016 34 عدد تکنیک‌های ضروری را جمع آورده است تا تواند سریع وقت رسیدگی کند. اما کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید که چرخبال ندارد. ما در موافقه با حکومت جمهوری تاجیکستان از وزارت مدافعه چرخبال طلب میکنیم با ضرورت و این بار اول نیست و در یک جایی ما این کار کرده است. بر اثر آبخیزی‌ها و سیلخیزی‌هایی که در ناحیه‌های دوردست تاجیکستان از جمله در بدخشان، تاجیک‌آباد، رشت و همچنین در ناحیه رودکی رخ داده بودند که ده‌ها و صدها خانه‌ها تخریب شده بودند، حکومت تاجیکستان برای رفع این همه 4,555,000 سامانی تخصیص داد و امروز گفته می شود که دیگر مردم در منطقه‌های امن و دیگر در خیمه‌ها زندگی ندارند. موافق معلوماتی که ما تو امروز داریم، علاوه 101 خانه‌ای که بر اثر آفت‌های طبیعی ضرر دیده بودند پورا ترمیم کرده شدند، به اهالی داده شد و 30 عدد خانه‌ای که حالا در کدوم منطقه میتونید نام ببرید؟ در مثلا در بدخشان و منطقه رشت بعضی خانه‌ها موندن که تو موسم گرمی موقوف گذاشته شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان تصمیم گرفته است که در سال 2017 تکنیک‌های زیادی از روسیه وارد کند و این تکنیک‌ها اصلا از طریق راه به تاجیکستان وارد کرده می‌شوند. میرزا نبی خالقزاد، امرالدین عالمزاده، رادیو آزادی دوشنبه.